لکه څنګه چې تاسو ته معلومات د انرژي د یو هیواد په ځان بساینې او ترقۍ کې مهم رول لري، نو ضایع کول یې د هر هیواد د ودانیزو او بنسټیزو چارو لپاره یوه ستره ننګونه ده. له همدې امله د مشورتي لیبل لګونې، تفتیش او د انرژي مدیریت بنسټ لیما سره د دې تړونلیک لاسلیک زموږ لپاره ځانګړی ارزښت لري چې په ځانګړي ډول د انرژي ښه مدیریت ته لاره هواروي. د لیما بنسټ له محترمو مسؤلینو څخه د دوی د همکارۍ په پار مننه کوم. له ټولو اړوندو ادارو څخه هیله لرو چې د دې تړونلیک په ښه تطبیق کې زموږ سره پوره همکاري وکړي. موږ په دې باور یو چې د حکومتي ادارو او تخصصي بنسټونو ترمنځ همکاري او همغږي کولای شي افغانستان د پرمختګ او ځان بساینې پر لور بوزي. اداره لیما تعهد می‌سپارد که استاندارد حفظ انرژی ساختمان با معیارهای بین‌المللی آماده بسازد. اداره لیما تضمین میکنه، تعهد می‌سپارد که آموزش انجینرهای برحال کشور که از طرف هر اداره به اداره لیما معرفی میشه، اینا را در مدت 4 ماه انجینرهای برحال آموزش بده. و همچنان اداره مؤسسه لیما تعهد می‌سپاره که با پانتونا از نزدیک کار کنه که این استاندارد اونجا هم بتونه معیاری شود. و در پهلوی از اداره انسا تعهد می‌سپاره که وقتی که سند امضا شد و بعد از او کارا شروع شد و تهیه شد، اینا هم تفاهم‌نامه را با ادارات که قبلا نمایش شما گفتم تفاهم‌نامه را امضا کنند و ما بریم به طرف تطبیق ازی. چرا ما این کار امروز انجام میدیم؟ به خاطر ازی که شخصا نمیخواستم که سند جور شود که بعد از او باز تطبیق نشود. قبل از جور شدن باید تعهدات صورت بگیره که کار تطبیق شود. چرا ما این سند کار داریم؟ یک سوال. چرا امروز شما اینجا هستید؟ 34 سال پیش ما از افغانستان از 15 انجینری پانتون کابل بورس گرفتم، رفتم به کشور چکسلواکیه. وقتی که در اونجا درس شروع کردم در بخش انجینری، متوجه شدم که استاندارد حفظ انرژی را اونا در سال 1964 61 سال پیش از امروز اونا ای را آماده کرده بودن. قدمی را که ما امروز میگذاریم، کشور چکسلواکیه قدیم یا بگوییم چک امروزی و سلواک امروزی 61 سال پیش گذاشته بودن. این را خوب شما تصور کنید که چقدر بین ما فاصله است. من ایسی یک محصل جوان وقتی که من به چکسلواکیه رفتم، میرفتم مثلا به یک پانتون، میرفتم به یک شفاخانه، میرفتم به یک اداره دولتی. جالب بود به من که کدام تفاوت بین ساختمان‌های از نو و ساختمان‌های افغانستان من نمیدیدم. این گپ بسیار مهم است. انجینرهای ما تا او زمان ساختمان‌ها را جور میکردن، مثلا شفاخانه وزیر اکبرخان ببینین، خانه‌های مسکونی رو ببینین، تعمیر وزارت معارف رو ببینین. این چطور انجینیر بوده که با چی سعی و تلاش خود چیزی را جور میکرده که همگام و به حساب با مو استاندارد جهانی بوده. شاید کسای امروز ما در اینجا باشه که به یاد برن که تا سال 2001 ما تلفن با خارج کرده نمیتونستیم. اگر کسی میخواست با بیرون تماس بگیره مجبور بود که به وزارت مخابرات ثبت کنه، نام خدا انتظار میکشید که یک تلفن صورت بگیره. این چگونه انجینیر میتونست که چنین ساختمان در بسازد در داخل کابل و داخل ولایت که از اروپا پس نمیموند؟ این چی میکرد؟ این درس میخوند، این مطالعه میکرد، ساعتها میشید مطالعه میکرد، دیکشنری رو میکشید ترجمه میکرد. امروز چی گپ است؟
امروز ما اینترنت داریم، ما امروز ویدیو داریم، با هزارها کتاب‌ها به شکل آنلاین موجود است. این چی شد که امروز وقتی که یک انجینیر امروز میره به خارج و پس میاد چنین تفاوت رو میبینه که اصلا غیر قابل تصور است. ما در نمون جای قرار داریم که 60 سال پیش قرار داریم. بسیار مثال ساده براتون میگم. شما برین به شفاخانه وزیر اکبر خان و بعد از او سر بزنین به یکی از شفاخانه‌های کال جور میشه. شما برای ما بعد از او بگین کدام تفاوت شما میبینید؟ آیا در طول 60 سال دنیا هم خواب بود مثل ما وری؟ نه. دنیا کار کرده. استاندارد جور کرده. 20 سال ما در افغانستان رفت آمد دارم. 20 سال اخیر 6 کتاب تالیف کردم، در دسترس 15 انجینری کشور قرار دادم. برنامه زیاد آموزشی در وزارت شهرسازی شهرولایات داشتم، ولایات داشتم، ولی باز هم ما تغییر نمیبینیم. پس راه تغییر چی است؟ استاندارد. و وقتی که انجینیر ما نمیخوایم که شخصا مسائل خود به خرج بده و مطالعه کنه و یک ساختمان معیاری را جور کنه، پس این اداره استاندارد است که بر از او سرحد تعیین میکنه که برادر ساختمان جور میکنی بفرمایید، مشکل نیست، جور کن، ما ممانعت نداریم. ولی با این استاندارد چی میخوایم ما؟ که مقاومت حرارتی دیوال از این سرحد پایین نباید باشه. مقاومت حرارتی بام از این سرحد باید پایین نباشه. اگر اینمی ساختمانی که امروز ما شما در اینجا هستیم، اگر اینمی با مو استانداردی که ما آماده کردیم جور میشد، شما باور کنین که بدون جمپر شما میتونستین اینجا بشینید با اینقدر وسایل تسخینی که اینجا موجود است. اما هر چی که ما اینجا تسخین میکنیم همگیش فرار میکنه به طرف بیرون. این انرژی است که ما دست میدیم و کاش انرژی رو ما میداشتیم، نداریم. 75% انرژی برق ما وارداتی است. 240 میلیون دلار ما به خارج میدیم. در زمستان با توسط نمینی انرژی برق ما گرم میسازیم و در تابستان با می انرژی برق سرد میسازیم. استاندارد چی میخواد؟ استاندارد میگه که وقتی گرم کردی گرمی حفظ شود و وقتی که سرد ساختی سردی حفظ شود. ما نمیتونیم میره آزاد بگذاریم که هر کس هر چیز دلش خواست بسازه. امکان نداره. به چه خاطر؟ وقتی که اگر یک ساختمان جور میشه و او حفظ انرژی نداره و از او فرار صورت میگیره، او مجبور است که زغال سنگ زیادتر مصرف کنه. ما باید یک سرحد تعیین کنیم و خوشبختانه که با می تفاهم نامه یک فصل جدید ساخت و ساز ما ان شاء الله باز میکنیم. پیشروی ساخت و ساز ما نمیگیریم، فقط میگویم که با این استاندارد این رو تو باید بسازیم. هر چی بود ولی آینده ما نمیتونیم به مسیری که تا حالا رفتیم ادامه بدیم. واقعا و ما ممنون هستم از اداره استاندارد که تونستیم متن زیر آماده بسازیم. جای داره که والی صاحب تشکری کنم که خیلی زحمت کشیدن که تا اداره که از شما خدمت شما نامش بردم اونا را ساختن که تا این متن آماده شد. هر کس با این متن آماده نظرات داشتن که نظراتش همیشون پذیرفته شد. خلاصه مسیر 1.5 ساله را طی کردیم و امروز امضای از تفاهمنامه است که خوشبختانه بعد از امضای از انجینرها معرفی میشن. خبر خوش دیگم که بر شما بتونم است که بعد از 5 سال زحمت و سعی و تلاش و کمک استادای گرامی و وزارت تحصیلات عالی کارمندانش تونستیم که مضمون انرژی را بر اولین بار شامل نصاب درسی و 4 دپارتمنت به شکل اجباری بکنیم و به یک دپارتمنت سوال به شکل اختیاری. برنامه آموزش استادا را از تاریخ 7 مارس شروع میکنیم و خوشبختانه حدود 21 استاد از 19 پوهنتون افغانستان ثبت نام کردن که این مضمون باز درس خود دادن. دیگه به این ترتیب قدم دیگه ما است که وقتی که محصل آموزش یافت، استاد رو یاد داشت، بیایم به سایه عمل و انجینرهای سایه عمل ما آموزش بدیم که یک جا مشترکاً بریم برای آینده بهتر ساخت و ساز. برای که امروز است غیر قابل پذیرش است. د افغانستان د ستندرد ملي اداره او د علمي نهاد ترمنځ د انرژي د ښه مدیریت کولو په برخه کې د ګډو همکاریو تفاهمنامه ترتیب شوې ده چې د دواړو لورو تخنیکي ټیمونو پرې کار کړی دی او په یاده برخه کې دا یو مهم او حیاتي ګام ګڼو او د انرژي د مصرف او د مدیریت لپاره یې بنسټیز رول لوبول مهم بولو.
د ستندرد ملي اداره په مختلفو برخو کې له مختلفو ادارو او سکتورونو سره د ستندردونو د تدوین او ترویج په برخه کې علمي تفاهمنامې او همکاري لري چې په ادامه یې دا دی نن یوه بله هم اضافه کیږي. لکه څرنګه چې ستندردونه د پرمختللو هیوادونو او صنعتي سکتورونو لپاره یو مهم او بنسټیز عنصر دی، د ستندردونو تدوین او تطبیق د کیفیت، مؤثریت او سالم رقابت په رامنځته کولو او زیاتولو کې مرسته کوي. د ستندردونو په واسطه موږ کولی شو د محصولاتو او خدماتو کیفیت لوړ کړو او د انرژي د ضایعاتو څخه مخنیوی وکړو. په همدې اساس له دې تفاهمنامې څخه زموږ هدف دا دی چې د ستندردونو په واسطه یو پرمختللی راتلونکی ولرو او انشاء الله د دې تفاهمنامې په مټ به موږ وکولی شو په اعمار شویو او جدید الاعماره ساختمانونو کې د انرژي د حفظ او ضایعاتو د مخنیوي د ستندردونو تدوین او تطبیق په برخه کې خپلمنځي همکاري پیاوړې کړو او د یو پرمختللي صنعتي سکتور په لور په ګډه ګامونه واخلو.